أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. درس امروز اسباب را یا صفاتی را بیان میکنیم که انسان به طرف جنت سوق میدهد و به جنت میرساند. چی اسباب است؟ چی صفات است که انسان او را برخوردار باشه، به او عمل کنه، باز او انسان وارث جنت شوه، الله او را به جنت ببره و بشارت قبل از رفتن در آخرت به جنت در دنیا بشارت جنت برش میده. بشنوین الله تعالی در ابتدای سوره مؤمنون چه بشارتی برای مؤمنین میدهد؟ قد افلح المؤمنون، به تحقیق کامیاب شدن مسلمان ها. مؤمن ها کامیاب شدن. مؤمن کی را گفته میشه؟ مؤمن شخصی را گفته میشه که به زبان کلمه را میخوانه، به زبان کلمه را میخوانه، اقرار داره به زبان و به دل هم به مفهوم کلمه تصدیق داره. کلمه ای که خوانده به دل هم تصدیق داره و امرای تصدیق قلبی و اقرار زبانی به جوارح هم عمل میکنه. آنچه که این کلمه تقاضا داره به تقاضای کلمه عمل میکنه. ایرا مؤمن گفته میشه. میگه الله تعالی مؤمنها کامیاب هستند، رستگار هستند، اصحاب فلاح هستند. چقدر بشارت بزرگ است. اگر ما در امتحانی از امتحانات دنیا در یکی از دانشگاه ها، یکی از مدارس مکتب ها اگر کامیاب شیم، برای ما نوشته شود که فلان شخص در درجات خود یا در امتحان خود کامیاب شد، چقدر بشارت بزرگ است برای ما. الله اکبر. اینجا الله تعالی قبلا مؤمن بشارت میتیه. الله تعالی میفرماید که قبلا در دنیا برات بشارت بوده باشه که تو کامیاب هستی ای مؤمن. با کدام صفات کامیاب هستی؟ لکن این شروط باید ادا کنی، شروط به جا بیاری و این شرطها در تو دیده شوه، عامل شرطها بوده باشه، این صفات در تو بوده باشه، بعد از تو کامیاب هستی انشاءالله. شرط اول، صفت اول، الذين هم في صلاتهم خاشعون. کدام مؤمنین کامیاب هستند؟ مؤمنینی که در نمازشان خاشعون، خاشع هستند. نمازی که مسلمان در او خشوع داشته باشه. خشوع چی داره گفته میشه؟ خشوع امیست که قلب انسان با قالب انسان موافق بوده باشه در نماز. ایتو نیست که ما در نماز ایستاد هستیم، قالب جسم ایستاد است، اما قلب ما در امور دنیا است. قلب ما با فرزندمان است، با اهلمان است، با دنیا و با تجارت است، با خیالات و وهمیایی که در فکر داریم با اونهاست. قلب و قالب یکی نشد. نه، جسم که وقتی که به ظاهر برای الله ایستاد کرده، قلب هم برای الله بوده باشه. چی اسباب است که ما او اسباب انجام بتیم در نماز خشوع پیدا کنیم؟ از همه اول انسان از الله تعالی بخواهد، طلب کند، دعا کند که یا الله مرا در نمازم خاشع بگردان، خشوع نصیب کن. بزرگترین اعانت است، بزرگترین کمک است. او خاطر معاذ رضی الله تعالی عنه را رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای زیبایی برشان تعلیم دادن. یا معاذ گفتن لا تدعن دبر کل صلات، در پشت هیچ نمازی دعا را ترک نکو. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله مرا کمک کو به ذکرم،
با شکر کردنم برای تو که شکر میکنم و حسن عبادتی که و به بهترین طریقه‌ای که تو را عبادت میکنم، طریقه بهتری را برای ما کمک بکن که ما عبادتی تو را کنم. قدمی اول از الله کمک بخواه، دعا بکنه. در قدم دوم ذکر و اذکار و استغفار و چیزا را زیاد بکنه، زیاد استغفار کنه. قدم سوم آنچه که ملهیات است، اسبابی که نماز یزیر خشوعش از بین میبره، او را دور بسازه. از قبیل مثلا جای نمازی که زیاد تصویر و عکس ها و چیزا داشته باشه، یا دمی روش دیوارها عکس ها نصب بوده باشه، یا جایی که بیشتر توجهش او چیز جلب میکنه، در نماز که اصلا مشغولی او چیز میباشه، از این تو جاها، از این تو حالتا خودداری کنه. و همراه از این در نماز خود آخرت زیاد یاد کنه. بیرون نماز همچنان، لکن در نماز هم به خصوص یادی از آخرت بکنه. موقف های آخرت، موقف های سختی آخرت، ابتدا از قبر، حالت قبر انسان یاد کنه. در قبر تنها هستم، هیچ چیزی به جز اعمال صالح به درد من نمیخوره. ملک الموت، دو ملکی که به نام نکیر و منکر، اینها می از ما حساب و کتاب میگیرن، سوال میکنن. در این سوال ما کامیاب میشم یا نمیشم. قبر، وحشت قبر، تنگی قبر، ایره در یاد بیاره چقدر موقف سخت است. امرای از او حساب و کتاب چی میشه؟ به دست راست ما داده میشه، دست چپم. بعد از او صراط، موقف خطرناکی که از مو باریکتر، از تیغ تیزتر، و در اینجا من نجات پیدا میکنم یا نمیکنم؟ یا الله. بعد از او موقف دوزخ که ما از خدای ناخواسته از اشخاصی قرار نگیریم که الله تعالی امر کنه که ایره بسته کنین، پاهایش زنجیر بزنین، دستهایش قید بزنین و به طرف جهنم کش کنین. این موقف ها را به یادش بیاره، ان شاء الله که اسباب است که در نمازش خشوع را جلب کنه. و غیر اسباب زیادی دیگر است که اهمش ان شاء الله همیست توجه داشته باشه و الله تعالی در نمازش خشوع را میاره. صفت دیگری از این مؤمنانی که جنت میران چی است؟ والذین هم عن اللغو معرضون. صفت دیگرش همیست که از لغو معرض هستند. لغو هر چیزی که دو خیر نیست، فایده نیست، از اون معرض هستند، از او روی میگردانند. مسلمان ها دیگه وقتی ما اکثر در لغویات مصروف هستند. میبینید ساعت ها در بازی ها مصروف است، فوتبال است و کرکیت است و والیبال است و کشتین است و بازی های دیگری، مسابقات است و همگی مشغول دنیا است. هیچ دی زمان باز از بزرگترین لغویات یعنی فیسبوک است و اسباب یعنی اینترنت عموما، همه صفحات از این واتساپ باشه یا آیمو باشه، همه مسلمان ها را غافل ساخته. یعنی به قدری که ضرورت است استفاده کن، اما زیاد خدا در لغویات و چیزای بیهوده عمر تعزیه نساز. از این اعراض میکن. صفت دیگرشان والذین هم للزکات فاعلون. مثلا ما همیست که زکاتش ادا میکنه. وقتی که در نماز در مالش زکات فرض شد، زکات خدا میدهد. زکات فرضی یا نفلی، هر دوش است. صدقه فرضی، صدقه نفلی و صدقه فرضی، هر دو را ادا میکنه. والذین هم لفروجهم حافظون. صفت دیگرشان هم است که فرجهای خود حفاظت میکنه از زنا، از لواطت، از امور منکری دیگری. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فرج خود از حرام حفاظت میکنه، اما در زن خود استفاده میکنه. فرج خود در مملوکه خود، کنیزک خود، طریق درست کنیزه گرفته، خریده، از او استفاده میکنه. کنیز یعنی که در قدیم جهاد کسا کنیزا میگرفتن، کنیزه که وقتی که میگیره
در جهاد سهمش، یا اینکه از سهمی کسی دیگری است میخره استفاده میکنه، بس درست است که از این استفاده کنه، از این تمتع بگیره، تمتع حاصل کنه. در این کس ملامت نمی باشه. از این آیت بعضی علما استدلال میکنه عادتهای سری، حرمت عادتهای سری، کسانی که منی خودم به دست بیرون میکنن. این هم گویا این که از جمله امو کسایی است که فرج خودم به غیر زن خود و مملوکه خود استفاده کرده. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کسایی که بجز از همسرش و بجز از مملوکه و مکنیز خود فرج خود در راه دیگری مصرف میکنه، در حقیقت اینها تجاوزکار هستند، اینها تعدی کردن حدود الله تعالی را. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اینها ظالم هستند، معرض به وعید و عذاب الهی هستند. صفتی دیگرشان چی است؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. صفتی دیگرشان است که امانات خیانت نمیکنن و عهد و پیمان رعایت میکنن، در عهد و پیمان خود استاد هستند. این دو صفت بسیار صفتی خوبی است. اگر این دو صفت در انسان نباشه، باز به نام یکی از خصلت‌های منافق در انسان میاد. خصلتی از منافق گرفته. این صفت‌های از یعنی خیانت در امانت و شکستن عهد و پیمان از جمله صفات منافقین است. برابر است که امانت یعنی نزدش از کافر باشه از مسلمان، هیچ فرقی نمیکنه. عهد و پیمان همچنان برابر است که عهد و پیمانش با مسلمان باشه یا با کافر باشه. برابر است که عهد و پیمان تجارتی بوده باشه یا عهد و پیمان امنیتی بوده باشه، یا عهد و پیمان عام دیگری که در امور نکاح و غیره. البته اینا مخصوص مسلمان است. نکاح درست نیست که با کافر دو عهد و پیمانی داشته باشه، الا اهل کتاب. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. صفت دیگرشان هم است که بر نماز خود پابند هستند، حفاظت میکنند. حفاظت نماز هم است که 5 وقت نماز با جماعت بدون کدام عذری انجام میده. اگر عذر بوده باشند درست، در غیر از او نمازهای خود با جماعت ادا میکنند. ایتو نیست که یک وقت نماز بخونه و 2 وقت دیگه را بگذاره، یا 2 وقت بخونه و 3 وقت دیگه را بگذاره. این رقمی نی، همیشه پابند نماز هستن. هیچ وقت نماز از پیش از او در هیچ حالتی که مریض است، حالتی که کار داره، حالتی که خوف و ترس داره، در هیچ حالتی نماز از پیش از این ترک نمیشه. این محافظی نماز هستن. خب وقتی که این کارا را انجام دادن، بشارتی الله برشان چیست؟ اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله میگه اینها وارثان فردوس هستن، اینها وارثانی بهشت هستن. پس الله تعالی ما را توفیق بده که آراسته به این صفات بوده باشیم و از وارثین فردوس بگردیم. اللهم آمین.